سلام عرض کردم. افشین سوفریان هستم. امروز یه چند تا داستان میخوام تعریف کنم واسهتون. امروز هست جون 2025 وقت لس آنجلس، ساعت 11 شبه. دوران انقلاب من و خانوادمون رفتیم کنتاکی فراید چیکن تهران. یه دونه کنتاکی فراید چیکن تو ایران بود، من رفتیم اونجا. توش قلقله بود، قلقله یادم. یه دفعه یه مرده داد زد، بوم بوم بوم. دیدم مرغا رفتن تو هوا، همه شروع کردن پا شدن و جیغ زدن و فرار. بابای من تری مرغ گرفته و داره میدوه میاد بیرون با تری مرغ. حالا همه مرغاشون رو ول کردن رفتن. بابای من با سینه مرغ اومده، بیاین بچه بخوریم بیاین. از خنده مرده بودم. مد بود اون موقع توی انقلاب، مردم راه میرفتن و میگفتن بوم 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 دروغی. خیلی جالب بود. مادر منو توی بد اند بیاند گذاشتنش رو بلک لیست، اینقدر جنس پس داده. هر هفته میرفت یه جنس میداد و پس میداد. دیگه یه آخرین بار رفتیم اونجا، یه زن سیاه اونجا بود، گفت او نو نار اگین. یه دفعه تا رسید مامان من بیا یه چیزی پس بده، منیجر رو صدا زد. منیجر اومد جلو گفت ما از شما چیزی دیگه پس نمیگیریم. برام به بابام گفتم اینا دیگه چیزی از تو پس نمیگیرن. گفتیم اوکی قبوله. هفته بعد دوباره مامانم اومد یه چیز دیگه پس داد به بعد بیاد. دیگه ولش کردن. دی گیو اپ. خسته شدن، ولش کردن. یه موقع من توی کامرشال ریل استیت کار میکردم، میمدیم تو تلویزیون لیستینگ میدادیم بیرون. چند تا جنس میدادیم، لیستینگ بیلدینگ میدادیم بیرون. یه دفعه یه لیستینگ دادم که یک آپارتمان بیلدینگ خوب داریم در شهر وست لس آنجلس، خیلی زیبا با درآمد خوب، سال خوبی هم ساخته شده، میکسش هم خوبه، 1 بدروم 2 بدروم و 3 بدروم. این تبلیغ رو دادم. فردا یه نفر مسیج گذاشت واسم. مسیج گذاشت تو آفیس که آقای افشین، من این ملکه رو که شما تبلیغ کردین آپارتمان بیلدینگ تو وست الی خوشم اومده، میخوام این بیلدینگ رو ببینم و واسش آفر بذارم، میخوام این بیلدینگ رو اصلا بخرم، لطفا به من یه زنگی بزنید. تلفن من هست 290 کسته نند. رفتم به تمام دوستام گفتم و خنده هممون مردیم. خب اینم بذاریم تو یوتیوب و یکم بخندیم. بای.